سری علامت ها هستن که وقتی ما میبینیمشون یعنی احتمالاً یه بیماری قلبی وجود داره، مخصوصا اگر اینکه حیوان هنوز به اون نارسایی قلبی نرسیده باشه. علامت ها کلا دو مدلن. مدل اولشون اینه که واقعا به خاطر خود قلبه که بهشون میگه objective signs. مدل دوم علائمیه که ممکنه به خاطر قلب باشه، ممکنه اصلا نباشه، یعنی مثلا میشه non-specific signs. حالا بریم ببینیم که این علائمی که objective sign شامل چیا میشن. 4 مورد رو توی این صفحه اومده گفته. مورد اول سوفل قلبی یا همون مورموره که اینجا نوشته بود. نوازه خودم خلاصه میکنم. چرا پیداش نمی‌کنم؟ اینجاست. مورمورز که صدای غیر عادی از جریان خون شنیده میشه و یعنی مثلا یه مشکل استراکچرال یا عملکردی یا همون فانکشنال توی قلب وجود داره. مورد بعدیش آریتمیه. هر بی‌نظمی مهم توی ضربان قلب نشون دهنده این بیماری قلبیه. مورد سومش میشه جاگولار پالسیشن که یا همون پالس یا موج توی ورید گردنی که یعنی فشار سمت راست قلب بالا میره. مورد چهارمش هم که میشه کاردیاک اینلارجمنت که میشه بزرگ شدگی قلب. و اگر اینکه ما این 4 تا مورد رو ببینیم یعنی دقیقا مشکلمون به خاطر خود قلبه. حالا یه سری موارد هم هستن، 2 تا استثنا هم گفته که بعضی سوفل ها فقط فانکشنالن، یعنی به خاطر تب و آنمی و استرس و اینا مثلا به وجود میان، ولی یه سری هم هستن که سینوس آریتمی توی یه سری استرگا کاملا طبیعیه، یعنی نباید یه سری عوامل پاتولوژیک و با عوامل ناپاتولوژیک قاطی بکنیم. حالا میریم سراغ اون مدل دومی که گفتیم ممکنه به خاطر قلب باشن یا اصلا ممکنه که نباشن. علائمی که حالا ممکنه باشن ممکنه نباشن، قش یا همون سینکوپه که اینجا راجعش صحبت کرده، سرفه است، نفس زدن یا سختی توی تنفس، پالس های خیلی ضعیف یا خیلی قویه، خستگی زودرسه و اینکه تحمل ورزش این بیمارا کمه و مورد دیگه آسیته یعنی شکمشون آب میاره و مورد بعدی هم سیانوزه. اینا به تنهایی باعث تشخیص قلبی نمیشن، ولی اگه چند تا موردشون کنار هم دیگه بیاد ما به بیماری قلبی شک میکنیم. حالا تا اینجا سوالی هست؟ اوکی. خب میریم جلوتر. میاد راجع به علامت‌های هارت فیلر صحبت میکنه، یعنی نشانه های نارسایی قلبی که خب همه این حیونا با بیماری قلب وارد نارسایی قلبی نمیشن. پس چجوری بفهمیم که حالا یه حیوانی وارد شده یا نه؟ باید بیایم به علائمی که داره بهمون نشون میده توجه کنیم. این علائم یا علائم کانجستیو ساینزن که میشه، حالا من سرچ کردم کانجستیو یعنی احتقانی، علائم احتقانی بهش میگن. دسته دومشون میشه low output signs یا همون که output قلب کم باشه. حالا بریم ببینیم که اصلا congestive sign چیه. توی congestive sign یعنی خون داره پشت قلب جمع میشه، اگه بخوایم خیلی ساده راجع بهش صحبت بکنیم. حالا میرسیم مثلا به این که نارسایی سمت چپ داشته باشه، میشه left sided CHF، یعنی خون میاد پشت بطن چپ جمع میشه توی ریه ها. حالا علائمش چیه؟ مثلا تند نفس کشیدن، سخت نفس کشیدن، سرفه مخصوصا توی سگ ها، صدای کرکلز و سیانوز، خسته و بیحالی، نمیتونه بخوابه بشینه، یا اینکه کلا گردنش رو جلو نگه میداره، بهش میگفت اورتوپنیا. بعد اینکه کلا باید حواسمون به این سمت بره که مثلا توی left sided CHF که میشه نارسایی سمت چپ قلب مشکل تنفسی طرف داره،
بطن چپش داره پشتش خون جمع میشه و خون کافی هم به ریه ها نمیرسه. حالا نارسایی سمت راست که میشه right sided CHF، اینجا خون پشت بطن راست داره جمع میشه. علائمی که داره ورید گردنی متورم داره، آسیت واسش پیش میاد، پلورال افیوژن داره یا همون چی بهش میگن، ادم توی ریه بهش میگن که مایع حالا جمع میشه توی ریه و اینا، ادم زیر پوست داره و اینکه کبد و طحالش هم بزرگ میشن. یعنی قشنگ استادمون سر کلاس میگفتش که اگه کبد و طحال بزرگ شدن سری باید بگی که رایت ساید CHF، نه مثلا لفت ساید. و کلا اگر اینکه رایت ساید CHF رو بهمون دادن توی تستا، باید اینجوری بهش نگاه کنی که بدن مثل یه رودخونه پر از مایع میشه و مشکل توی سمت راسته که میشه همون بطن راست و اینکه داره خون پشتش جمع میشه و همون مثل یه رودخونه رایت ریور، اینطوری مثلا میتونیم حفظش کنیم. دسته دوم که گفتیم لو اوتپوت ساینز هستن، یعنی خون کافی جلو نمیره. علائمی که میتونه بده بازم مثل قبلی‌ها، ضعف، خستگی، غش و اینکه خب کلیه خون کم میگیره که بهش میگن ازوتمی و اینکه خب پوست و اندام‌ها سرد و کبود میشن، پالسی که ما ازش میگیریم خیلی ضعیفه و حالا این موارد همونطور که گفتم هم توی راست دیده میشن هم توی چپ، ولی خب خیلی علائم کلی هن دیگه، باید بهشون توجه بکنیم. حالا بعد میاد راجع به ویکنس اند اکسرسایز اینتالرنس صحبت میکنه که میشه ضعف و عدم تحمل ورزش. خب حالا چرا حیوان با بیماری قلبی زود خسته میشه و بیحال میشه؟ 3 دلیل اصلی وجود داره. مورد اولش اینه که خب قلبش نمیتونه اون اوتفلوش رو زیاد کنه و مثلا موقع ورزش نیاز به اوتفلو بیشتری داره ولی قلبش نمیتونه. مورد دوم اینه که عضلاتش اصلا خون کافی بهشون نمیرسه که بتونن فعالیت کنن و مورد سومش هم اینه که خب اصلا ریه هاش ممکنه ادم داشته باشه و به اندازه کافی اون اکسیژنه توی ریهش نباشه که بتونه فعالیت داشته باشه. این 3 موردن که باعث میشه حیوان خیلی زود خسته بشه و علائم بیحالی داشته باشه. و حالا خب بعضی موقع هم هست که آریتمی میتونه باعث افت ناگهانی اون پمپ کلپس طور بشه. اینجا گفته episodes of extensional weakness or collapse can relate to these changes or to an acute decrease in cardiac output caused by arrhythmias. این جمله به نظرم جمله مهمیه. مورد بعدی میاد راجع به سنکوپ صحبت میکنه که خب یه بیهوشی کوتاه مدته، تون عضلات رو ما میایم توی این سنکوپ از دست میدیم به خاطر اینکه مغز چند ثانیه خوب بهش خون نمیرسه، دقیقاً گلوکوزی که باید برسه و همون اکسیژن بهش نمیرسه و حدود چند ثانیه حالت بیهوشی رخ میده. و اینکه خب حالا فرق سنکوپ با تشنج رو چجوری بخوایم از هم دیگه تشخیص بدیم؟ سنکوپ اینجوریه که معمولاً توی فعالیت یا هیجان رخ میده، سقوط ناگهانی داره و اینکه ممکنه که دست و پا صف بشه، ممکنه طرف ادرار کنه، اما بلافاصله بعد برگشت هوشیاریش کاملا نرماله، یعنی هیچ پست اکتالی نداره، هیچ علائم عصبی هم بعدش به وجود نمیاد براش. ولی تشنج اینجوریه که خب یه کمی وقتی به هوش میاد بعدش گیجه، ممکنه بی اختیاری مدفوع داشته باشه و اصلا ممکنه قبلش اورا داشته باشه، حالا اینجا هم خودش گفته بود توی سیژر، و حتی ممکنه که حرکات واضح تونیک کلونیک داشته باشه. حالا بعد میاد راجع به کانوالسیو سینکوپ صحبت میکنه. کانوالسیو سینکوپ یعنی سنکوپ تشنجی. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر اینکه خون رسانی مغز خیلی کم بشه ممکنه بعد از افتادن چند تا حرکت شبیه تشنج ببینیم که عید تشخیصش اینه که خب توی سنکوپ اول بیحال میشه بعدش حرکت میکنه که اینجا گفتیم کانوالسیو سینکوپ رو داریم میگیم. بیایم اینجا، اینم سینکوپ رو داره توی یه دونه دوبرمن پینچر نشون میده این شکله.
و پروکسیمال ونتریکولار تاکیکاردیا داره. خب داشتم گفتم اگر اینکه توی سنکوپ باشه اول بیحال میشه بعدش حرکت میکنه، اگر اینکه توی تشنج باشه اول حرکت میکنه بعدش بیحال میشه. حالا پس بریم اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم روی دلایل سنکوپ. دلایل سنکوپ یا میتونه قلبی باشه یا میتونه غیر قلبی باشه که حالا اینجا داره میگه. اگر اینکه قلبی باشه ضربانش خیلی کنده، یا میتونه ضربانش خیلی کند باشه یا میتونه خیلی تند باشه. گرفتگی خروجی قلب داره، ضعف پمپاژ داره، نشتی شدید دریچه ها رو داره، مشکلات پر شدن قلب رو داره، شانت‌های راست به چپ داره، داروهای زیاد دیورتیک یا وازودیلیتور ممکنه مصرف کرده باشه و اینکه واکنش‌های رفلکسی داره که بهش میگفت کاف سینکوپ. ولی اگر اینکه غیر قلبی باشه میشه هایپوگلایسمی مثلا داشته باشه، طرف آنمی داشته باشه، اختلالات الکترولیتی داشته باشه، هیپوکسی داشته باشه، پیتی داشته باشه، تومور مغزی یا نارکوپسی اصلا داشته باشه. اینم تا اینجا کاردیوواسکولارم که گفتیم. تا اینجا سوالی هست؟ کاف دراپ همینه که الان اینجوری صحبت کردیم، کاف سینکوپ، کاف دراپ. این خیلی قدیمیه. آها نه جدید. خب بریم سر cough and other respiratory signs. خب ترجمهش کنیم میشه سرفه و علائم تنفسی. سگایی که نارسایی سمت چپ دارن چطوری سرفه میکنن؟ کلا سگایی که CHF یا ادم ریه دارن معمولا یه سرفه نرم مرطوب مثل گگ کردن دارن. لفظ گگ رو نمیدونم خودت هم خوندی، گفتی که خوندی که کل فصلو، من پیداش کنم بذاری سرچ کنم گگ، میخوام کلمه‌شو نشون بدم یه بار دیگه ریویو بشه. گگینگ اینه، آره همین اینجا داره میگه. اینه کلمهش، خیلی اصطلاح زیاد ازش استفاده میشه ولی خب من اولین بار بود که توی نلسون میدیدم. پس یه سرفه نرم مرطوب و مثل گگ کردن داره. تنفسشون سریع و خیلی هم سطحیه و اینکه خب کم کم نفس کشیدن براشون سخت میشه. دیگه اینکه سرفه قلبی توی سگ‌ها بیشتر نرم و خیسه، در حالی که با خشک و تیز باشه نیست، بیشتر نرم و خیسه. توی گربه ها تقریبا هیچ وقت خاطر ادم ریه سرفه نمی کنن. اگر اینکه گربه‌ای سرفه میکنه یا مشکل تنفسی داره که میتونه آسم و برونش و اینا باشه و مشکل قلبی نیست. پس اگر اینکه یه گربه‌ای سرفه کرد احتمال اینکه مشکل قلبی داشته باشه خیلی کمه. ولی خب توی سگا ممکنه که احتمالی زیاده که مثلا همون سرفه‌اش به خاطر مشکل قلبی باشه نه مشکل تنفسی و ریش. حالا چه چیزای دیگه ای هستن که توی بیماری قلبی باعث سرفه میشن؟ چند تا موردن، 4 تا موردن که بخوام راجعشون صحبت کنم. اولیش خب لفت آنتریکو، یعنی میشه چیش میگن LA اینجا severe LA enlargement، میشه دهلیز چپ بزرگ میشه و اینکه خب میتونه روی اون برونش اصلی فشار وارد بکنه، یعنی این یه دونه دلیلش میتونه باشه که خب اینجوری باعث میشه یه سرفه خشک و مزمن و بعضی وقتا فقط موقع هیجان این سرفه ایجاد بشه. و حالا دلیل دوم رو بخوایم بگیم میشه برونکومالیشیا که میشه همون نرم شدگی برونش و خب اینا خیلی وقتها کنار بیماری مزمن توی دریچه یا دیده میشه. مورد سوم توده های ناحیه‌ای هارت بیسه که مثل تومور بیس یا لنف نودهای بزرگ
که این یه سرفه خشک داره، میاد روی راه هوایی فشار وارد میکنه و در نهایت باعث میشه که این توده ها باعث میشن که طرف سرفه کنه. مورد چهارمش هم که میشه فیوژن پلور یا پریکارد که اینم باعث تحریک شدن به سمت سرفه میکنن، یعنی باعث میشن که اینقدر تحریکش میکنن که طرف سرفه کنه. بخوام اینجا هم نشونت بدم، اینجاست این large hilar lymph nodes other masses و اینکه اوکی همین. خب بریم جلوتر. حالا چطوری بفهمیم که یه سرفه قلبیه یا ریوی؟ 3 تا نشونه هستن که بخوایم تشخیص بدیم که این سرفه که الان داره میکنه قلبیه. نشونه اولش اینه که خب قلبش طرف بزرگ شده باشه. دومیش اینه که فقط LAش بزرگ شده باشه، یعنی دهلیز چپش بزرگ شده باشه. مورد سومش هم اینه که ادم ریه ببینیم و این ادم ریه اگه داروی دیورتیک مثلا مثل فروزماید بهش میدیم طرف بهتر میشه. یعنی چی؟ پس یعنی مشکل قلبی داشته. یا اینکه علاوه بر اینا تست هارت ورمش هم مثبت باشه. اینجاست که راجع به هارت ورم صحبت کرده. من اینا رو میبینم میام نشون بدم بعد فرمشون کنم. تست هارت ورم اینجاست. پازیتیو هارت ورم تست داشته باشه. پس یه بار دیگه این موضوع خیلی مهمه چون کیسش هم زیاد دیدم میاد بیمارستان. یه بار دیگه تکرار بکنیم. اگر اینکه بفهمیم که سرفه‌اش قلبی بوده، بخوایم تشخیص بدیم که این سرفه قلبیه یا ریویه، باید ببینیم که اولا قلبش بزرگ شده باشه، مثلا توی رادیوگرافی یا اکو مشخص میشه. دوما اینکه دهلیز چپش بزرگ شده باشه و سوما اینکه ادم ریه‌ای ببینیم و بهش فروزماید داده باشیم و طرف بهتر شده باشه و یا اینکه تست هارت ورمش مثبت شده باشه. بریم ببینیم که کاردیوواسکولار اگزامینیشن اینجا چی میگه. معاینه قلب و عروق. اول خب باید قدم به قدم پیش بریم. قدم اولش جنرال ابزرویشن. اول باید ببینیم که آقا اصلا این حیوانه اضطراب داره، حالت بدنش چطوریه، چطوری نشسته، چطوری وای میسته، چجوری نفس میکشه، BCSش چقدره و اینکه اصلا قبل اینکه دست بزنیم 50% تشخیص رو میتونیم قشنگ با نگاه کردن بذاریم. حالا میام پایین تر respiratory patterns. اینجا فکر کنم دیگه چیز خاصی نداره که بخوام اشاره کنم. respiratory patterns راجع به این صحبت میکرد که خب الگوی تنفس رو میخواد بررسی کنه که اگر اینکه دم طرف وقتی داره دم میکنه سخت و طولانی باشه یعنی یه مشکل راه هوایی بالا داره، یعنی همون upper respiratory. یه لحظه من آپرش رو پیدا کنم دوباره باید سرچ کنم. upper airway upper obstructive disorders اینجاست. اگر اینکه دمت سخت و طولانی داشته باشه مشکل upper airway obstructive disorders داره و اینکه مثلا میتونه لارینجیال پرارزی باشه. اگر اینکه بازدمش طولانی باشه میتونه مشکل از برونشش باشه یا همون lower respiratory system باشه و خب مثل بیماری آس و برونشیت. اگر اینکه نفسهاش سریع و کم عمق باشه یعنی ریه‌اش استیف شده مثل ادم ریه که تجمع مایع و التهاب شدید داخل ریه هاش رخ میده. و دیگه اینکه حیوان کلا حاضر نیست دراز بکشه، فقط میشینه که به این حالت هم ارتوپنئا میگن که حالا اینم گفتیم گردنش هم جلو نگه میداره. دورسال ریکامبنسی کلا یا میخواد توی لترال باشه یا اینکه توی دورسال میخواد باشه.
دیگه اینکه پلورال فیوژن رخ میده، نفس کشیدنش خیلی محکمه ولی لزوما سریع نیست. دنده ها رو هی سعی میکنه که به زور باز کنه که بتونه نفس بکشه. کلا توی گربه ها اگه بخواید دقت بکنیم، اگر اینکه طرف با دهان باز نفس بکشه گربه، احتمال CHF بالاه و این مورد خیلی اورژانسیه. open mouth breathing توی گربه خیلی حساسه. حالا بعد میاد راجع به CRT صحبت میکنه که حالا گفتیم اگر اینکه ما بخوایم کلا قلب رو بررسی کنیم، بعد قدم اول اینه که بیایم به صورت کلی مشاهده کلی بهش بندازیم، بعدش بیایم رسپیراتوری پترنش رو نگاه کنیم، بعدش بیایم مثلا ببینیم که این مخاط و موکوز ممبرینش توی مثلا چند ثانیه CRT کپیلاری ریفیر تایمش دوباره اوکی میشه. خب رنگ مخاط یه سری علائم به ما نشون میده که اگر اینکه سفید یا پریده باشه رنگش، آنمی یا وازوکانستریکشن بهش میگن، ممکنه رخ داده باشه. اگر اینکه مخاطمون خیلی قرمز و آجوری باشه، طرف میتونه تب داشته باشه، سپسیس داشته باشه یا حتی پلیسایتمی داشته باشه. اگر اینکه رنگش زرد شده باشه، خب طرف ایکتر پیدا کرده. و اینکه اگر اینکه آبی باشه یعنی سیانوز شده، اکسیژن کم داره بهش میرسه. و سیانوز افتراقی که بخوایم بگیم یعنی فقط پاهاش سیانوز شده باشه که به این میگفتش که PDA معکوس، ریورس PDA بهش اشاره کرده بود. این شکل هم که نگاه کنیم اینجا داره دیسپنه توی یه دونه گلدن رتریور رو نشون میده که دایلیتد کاردیومایوپاتی داره. این یکی شکل هم که سویر دیسپنه توی گربه است، تنفسش داره با دهان باز صورت میگیره و خیلی اورژانسیه. دیگه این که این جدوله به نظر جدول مهمیه، چون که دقیقا همین چیزایی که من گفتم علت بیماریایی که ممکنه مثلا باعث سیانوتیک موکوز ممبرین بشن و گفته. ایکتریک مثلا چه عواملی ممکنه باعث ایکتریک بشن؟ همولایزیس، هپاتوبیلیاری دیزیز و بیلیاری ابستراکشن. ولی خب حقیقتا نمیتونیم همه رو حفظ کنیم، ولی اینکه یه دور ازش بخونی که دستت باشه که مثلا چه عواملی میتونن روی موکوز ممبرین چه تأثیری بذارن، فکر میکنم کافی باشه. اینجا هم که داره جاگولار وین طرف رو نشون میده که دیستنشن پیدا کرده که از علائم رایت سایدد کانجستیو هارت فیلر. خب بریم پایین تر. قدم 4 میشه همین جاگولار وین رو بیایم بررسی کنیم که اینجا نشونم داده دقیقا لوکیشنشو. جاگولار وین توی تشخیص رایت هارت فیلر خیلی مهمه. اگر اینکه ورید گردنی حیوان وقتی که ایستاده خیلی پر باشه، این حالت نرمال نیست. حالا دلایل این ورمه میتونه نارسایی سمت راست باشه، تامپونات باشه، توده مدیاستن باشه، ترومبوز باشه یا حتی کاردیومایوپاتی شدید باشه که خب یه سری پالس های غیر طبیعی که از جاگولار میاد و خیلی مهمه. یه سری خب بهش میگن اولش میشه تیار که میشه موج بالا، بعد از اینکه S1 رخ میده. و مورد بعدی RV هایپرتروفیه که موجیه که قبل از S1 رخ میده. موج بعدی کنن ویوزه، حالا نمیدونم چجوری میخوننش که اینجا داره راجعش صحبت میکنه. کنن ویوز اینجوریه که دهلیز داره میزنه ولی خب دریچه بسته است. خب دیگه این که پولموناری هایپرتنشن و هارت ورم هم گفته بود که حالا اگر اینکه ما بخوایم روی این حیوان تست هپاتو جاگولار انجام بدیم، یک کمی شکم و فشار میدیم. اگر اینکه وقتی داری شکم و فشار میدی این جاگولار وین طرف بازم پر بمونه، یعنی زیر دستمون خیلی پر احساس بشه، این دیگه حالت غیر طبیعی داره و حتما باید فردر اگزامینیشن واسش صورت بگیره. قدم بعدی آرتریال پالسزه یا همون پالس های شریانی. در واقع ما باید اول بیایم چند نوع پالس رو
متوجه بشیم. پالسمون میتونه ضعیف باشه که میشه ویک. پالس میتونه خیلی قوی باشه، میشه هایپرکینتیک، یا اینکه میتونه خیلی 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 قوی باشه که میشه باوندینگ. اگر اینکه بخواد ضعیف باشه یعنی همون اوتفلو قلب کمه. مثلا بیماریایی که توشون پالس ضعیفه DCM، آورتیک استنوزیس، پولمونیک استنوزیس، شوکه و دهیدریشنه. از این عوامل میتونن پالس ضعیف ایجاد بکنن. اما پالس خیلی قوی که میشه هایپرکینتیک، اینا توشون اختلاف فشار سیستول دیاستول خیلی زیاده. مثلا مثل تب، هایپرتایرویدیس، HCM و تحریک سمپاتیک. پس 4 موردی که پالسش خیلی قویه که همون هایپرکینتیکه، تب و هایپرتیروید و HCM و تحریک سمپاتیکه. حالا پالس باوندینگ کجا هست؟ همون که گفتم خیلی خیلی قویه. علامت کلاسیکش توی PDA هست، توی آورتیک ریگورژیتیشن شدیده، توی سپسیس هم هست. خب اگر اینکه تا اینجا سوالی نیست من ادامه بدم. اینجوری که میگم اوکیه، یعنی قابل فهمیدن هست، ارتباط برقرار میشه. عالی. خب به اینجور. حالا یه سری موارد دیگه میخوام توضیح بدم. پالس دیفیسیته، یعنی اینکه قلب ضربه میزنه اما پالس احساس نمیشه، چون ضربه خون کافی رو ایجکت نکرده. معمولا با آریتمی رخ میده که بهش میگن پالس دیفیسیت. پالسوس آلترنانزم اومده بود معرفی کرده بود که اینجوریه که پالس قویه، پالسش خیلی جا به جا میشه. اینجوری بخوام بگم میشه قوی ضعیف، دوباره قوی ضعیف، اینجوریه. این مشکل میوکارد ضعیف داره و CHF شدید. مورد بعدی پالسوس پارادوکسوسه که پالس در دم کم قدرت میشه که تامپوناد رخ میده. خب و یه مورد دیگه هم که معرفی کرده بود پالسوس پارووس ات تاردوس بود که پالس ضعیفه، دیر بالا میاد و اینکه ساب آورتیک استنوزیس داره توش رخ میده. حالا اینجا قشنگ همه معرفی کرده. ویک پالسز، استرانگ پالسز، وری استرانگ پالسز که میشه باوندینگ پالسز رو گفتیم، هایپر و هایپوکینتیک هم گفتیم. اینم که پالسوس پارووس ات تاردوسه. این رو حالا باز خودتون هم مطالعه کردین، الان فقط قراره ریویو بشه براتون. خب حالا میریم سر این که بیایم قلب رو لمس کنیم، خود قلب رو ببینیم که پریکاردیومش چطوریه. این بخش خیلی ساده است ولی اهمیت زیادی داره. باید اول ببینیم که محل ضربه طبیعی قلب کجاست. یعنی اگر اینکه ما یه حیوانی رو داشتیم بهمون دادن، ببخشید من یه لحظه برم در رو باز کنم، الان میام.
ببخشید من برگشتم، خیلی مسیر دوری بود. خب صدا هستش؟ اوکی ادامه بدیم. ببخشید بازم. خب رسیدیم به لمس ناحیه قلب که همون پریکاردیومه. اگر اینکه بخوایم صدای طبیعی قلب رو بشنویم، باید از سمت چپ فضای بین دنده پنجم و نزدیک محل اتصال دنده به غضروف این صدا رو بشنویم. یعنی اون گوشی رو بخوایم بذاریم، باید بذاریم که بذاریم توی فضای بین دنده پنجم. خب حالا اگر اینکه تغییرات مهم رو بخوایم سنس کنیم، یا این ضربه میتونه ضعیف باشه یا ضربه میتونه قوی سمت راست شنیده بشه، یا اینکه میتونه لمس تھریل باشه که میشه یه لرزشی زیر دستمون داره. اگر اینکه ضربه ضعیف باشه، احتمال چیزایی که وجود داره افیوژن پریکارد، پولوموتوراکس، چاقیه و یا حتی میوکارد ضعیفه که میشه DCM. ولی اگر اینکه ضربه قوی از سمت راست شنیده بشه، میشه همون هایپرتروفی بطن راست یا همون RV هایپرتروفی، و یا اینکه جابجایی قلب به سمت راست، و یا مثلا ممکنه اصلا توده باشه، دژنریشن رخ داده باشه و اینا. حالا اگر اینکه اون لرزش زیر دست حس بشه، یعنی لمس تھریل حس بشه، یعنی اینکه یک سوفل شدید یا همون مرمور شدید سطح بالا وجود داره. و کلا تھریل اینجوریه که فشار بالا توی این اتفاق هست و اینکه جریان توربولانسش هم خیلی شدیده. اینم از این. بریم پایین‌تر. مثلا روی اینم نذاشته بودم. این همین پریکاردیال تھریله که راجع به صحبت کردیم. و اینم میگه که حس بازینگ میده که همون لرزشی که گفتم زیر دست. خب حالا بریم ببینیم که فلوید اکیمیولیشن یا همون تجمع مایعات چه زمانی اتفاق میفته. ما معمولا توی رایت سایدد CHF یا همون نارسایی سمت راست تجمع مایع برامون اتفاق میفته که این تجمع مایع میتونه به خاطر آسید باشه، میتونه به خاطر پلورال افیوژن باشه، میتونه افیوژن پریکارد باشه، میتونه ادم زیر پوستی باشه و یا حتی میتونه کبد بزرگ باشه. خب و نکته مهم اینه که اگر اینکه حیوانمون زیاد داروی دیورتیک گرفته باشه یا کلا طرف دهیدره باشه، ممکنه با وجود نارسایی سمت راست جاگولار خیلی واضح نباشه و واسه همینه که حتما باید آسکولیشن رو انجام بدیم که دقیقا بتونیم متوجه بشیم. حالا اینم شکل‌ها رو ببینیم. ابدومینال دیستنشنه که به خاطر آسید به وجود اومده توی رایت هارت فیلر توی گلدن رسیور 7 ساله. این یکی هم که کاردیاک آسکولیشن داره واسش انجام میده. هنوز درسمون نرسیده، دقیقا صبر کنیم این رو بخونیم بعد ببینیم اونجا رو نمیخونیم، اینجا بعد بهش برسیم. خب آسکولیشن اینجوریه که میخوایم قلب و صداشو گوش بدیم. گفتیم که صدای طبیعیش اینجوریه که بین فضای بین دنده پنجم و سمت چپ باید گوشی رو بذاریم. حالا برای اینکه خوب بتونیم صدا رو بشنویم باید یه سری موارد رو رعایت کنیم. اول اینکه خب محیطمون آروم باشه، حیوانمون وایستاده باشه، ایستاده باشه، نخوابیده باشه، سگ باشه اگر اینکه داره پنتینگ میکنه چند ثانیه دهنش رو ببندیم بعدش گوش بدیم، و گربه باشه اگر اینکه گربه مثلا اون صدای خورخوری که میکنه داشته باشه، سعی کنیم که یکی از سوراخ‌های بینیش رو بگیریم که اون صدای خورخوره رو یه لحظه قطع کنه که ما بتونیم خوب بشنویم.
دیگه اینکه دیافراگم استوتوسکوپ صداهای زیر و تیز رو تشخیص میده. بل استوتوسکوپ صداهای بم و عمیق رو تشخیص میده. حالا بریم ببینیم که جای دریچه ها کجاست. ما میخوایم ببینیم که هر دریچه کارش رو درست انجام میده یا نه دیگه. حالا جای دریچه ها، دریچه آورت اینجوریه که توی سمت چپ فضای چهارمه، یعنی فضای چهارم بین دنده‌ای. پولمونیک یا همون دریچه های شوشی میگن، آره دیگه، دریچه های ریوی سمت چپ و فضای سوم بین دنده‌ای. دریچه میترال سمت چپ و فضای پنجم بین دنده‌ای. دریچه سلتی یا همون تریکاسپید هم سمت راست و فضای چهارم بین دنده‌ای. حالا اگر بخوایم خیلی حفظش کنیم اینجوریه که آورت و تریکاسپید، آورت و سلتی دوتاشون فضای بین دنده‌ای چهارم، دریچه های ریوی و میترال، ریوی در فضای بین دنده‌ای سوم و میترال فضای بین دنده‌ای پنجم. و حالا اگر که بخوایم دقیقاً هر دریچه رو دقیق گوش بدیم 3-4 سانتی متر میتونیم اینو جابجا کنیم و اون تا بتونیم بهترین صدا رو گوش بدیم. حالا میرسیم به صداهای قلبی که هارت ساوندز بهشون میگن. اینجا رو اگه نگاه کنیم، بذار شکل رو نگاه کنیم بعد بریم جلو. الان این داره کاردیاک اسکولیشن واسش انجام میده. respiratory noise and often can be decreased or gently placing a finger. میگه واسه گربه میتونین که یکی از سوراخ‌های بینیشو بگیریم یا هر دوتا رو بگیریم، هر دوتا نوستریلشو بگیریم تا اینکه بتونیم بهترین حالت گوش بدیم. اینم که همون استتوسکوپ داره بهمون نشون میده، فلت دیافراگم و قسمت بلش هم هست. بل فیسز رایت، این بلشه، اینم دیافراگمشه. اوکی، خب تا اینجا مشکلی هست؟ فیگر 8 نگاه کنیم، بازم دقیقا این همون تی منظورش تریکاسپید یا همون سلتیه که گفتیم سلتی و آورت توی فضای بین دنده‌ای چهارم هستن، ولی آورت سمت چپه. اگه این چپش رو نگاه کنی اینجا آورت رو نشون داده. تریکاسپید تنها چیزیه که سمت راسته، اون سه تا سمت چپن. پولموناری توی فضای بین سه دنده سه، میترال هم که فضای بین دنده پنجه. شکلش رو حفظ کنید فکر می‌کنم خیلی راحت تر باشه. 3 4 5 مثل نوتای موسیقیه. اینم که فضای بین دنده چهارم. خب بریم سر هارت ساوندز یا همون صداهای قلبی که قلب 4 تا صدا داره. صدای S1 S2 و گالوپ که میشه صدای سوم و چهارم. حالا بریم جلوتر دقیقش رو میگیم. اول اینکه بیایم راجع به S1 صحبت کنیم. صدای S1 صدای بسته شدن دریچه های AV. AV یعنی چی؟ یعنی اونایی که بین دهلیز و بط قرار گرفتن، یعنی میترال و تریکاسپید. و خب میدونیم که یعنی اینجا داره وقتی که دریچه ها بسته میشن یعنی سیستول داره شروع میشه. پس صدای S1 میشه صدای بسته شدن دریچه های AV و شروع سیستول. صدای S2 میشه صدای بسته شدن دریچه های آورت و پولمونری که این یعنی پایان سیستول. تغییر شدت S1 یا S2 به ما چی رو نشون میده؟ اگر اینکه S1 مون بلند باشه PR کوتاه و هارت ریت بالا رو بهمون نشون میده. اگر اینکه S1 مون ضعیف باشه داره افیوژن پریکارد، چاقی و DCM رو بهمون نشون میده. دوباره میریم سر S2. گفتیم S2 پایان سیستوله. اگر اینکه صدای S2 که میشه بسته شدن دریچه‌های آورت و پولمونری خیلی بلند باشه یعنی پولمونری هایپرتنشن داریم، ولی اگر اینکه ضعیف باشه یعنی افیوژن پریکارد و لو آوتپوت یا همون دبی کم رو داریم. حالا میریم سر یه موردی که ممکنه پیش بیاد، یعنی ما صدای S2 رو دو تیکه بشنویم. میشه اسپلیت S2 که اینجوریه که دو نوع داریم که این اسپلیت S2 یا میتونه فیزیولوژیک باشه یا میتونه پاتولوژیک باشه. واسه فیزیولوژیک خیلی نرمال توی سگ‌های بزرگه، یعنی اصلا ممکنه کلا سگ‌های بزرگ
به صورت نرمال کلا صدای S2 شون 2 تیکه شنیده بشه، چون خب موقع دم جریان به سمت آروی زیاد میشه و برای همین بسته شدن دریچه پولمونری یک کمی بیشتر طول میکشه. این دلیل فیزیولوژیک بودن اسپلیت بودن S2. اما توی پاتولوژیک وقتی پیش میاد که این بسته شدن آورتیک و پولمونیک فاصله زیادی از همدیگه داشته باشن. حالا اینو توی چه بیماریایی میتونیم ببینیم؟ توی مثلا پولمونری هایپرتنشن میتونیم ببینیم، توی ASD میتونیم ببینیم، توی PVC میتونیم ببینیم و حتی میتونیم وقتی ببینیم که وقتی که RV دیر داره تخلیه میشه، RV که هم میشه بطن راست داره دیر تخلیه میشه و فرمول سادهش اینجوریه که خب اسپریتش زیاده و RV دیرتر از LV تخلیه میشه. کلا وقتی که اسپریت فاصله بین دو تا قسمت اسپریت زیاد باشه یعنی RV داره از LV خیلی دیرتر تخلیه میشه. حالا میرسیم به گالوپ که میشه صدای سوم و چهارم. صدای سوم و چهارم اینجوریه که خب وقتی شنیده بشه نشونه بیماری جدی میتونه بهمون بده. اگر اینکه اس گالوپ رو بشنویم بهش میگیم ونتریکولار گالوپ که توی سگ و گربه نرمال نیستش. معنیش اینه که خب بس خیلی شل و خیلی بزرگ شده و خون موقع ورود چلوبتور داره برخورد میکنه. خود استادم همینو میگفت. و بیماری که میتونه ایجاد کنه DCM، MR خیلی شدیده و CHF شدیده و حالا همین چند تا مورد رو گفته بود. صدای S4 گالوپ یعنی S گالوپ رو که گفتیم ونتریکولار گالوپه، توی سگ و گربه نرمال نیست. S4 اینجوریه که آتریال گالوپه که واسه دهلیز است. این اینجوریه که دهلیز باید با قدرت خیلی زیادی بزنه تا بتونه خون رو وارد بط بکنه، چون که بسنا خیلی سفت و سخت شدن و خوب پر نمیشن. بیماریایی که میتونن باعث صدای ایجاد S4 گالوپ بکنن یکیش همون HCM، یکیش هایپرتایرویدیسم گربه است و مورد بعدی هم اشکالات دیاستولیکه. حالا اگر اینکه بخوایم خیلی حفظش کنیم گفتیم صدای اس خیلی شله که لفظ اسلک رو واسش استفاده کرده بود. اسلک توش نیست، چرا اشتباه نوشتم؟ همین، ولی اسلک هم همین معنی رو میده، میتونیم ازش استفاده کنیم که یادمون بمونه. تا اینجا سوالی هست؟ صدای S1 S2 و S3 S4 گالوپ رو بررسی کردیم. میخوایم بریم سر بقیه صداها که میشه صداهای گذرا. این شکل رو باید بررسی کنیم. خب این شکل رو نگاه بندازیم. این کمی زوم اوت کردم که همش دیده بشه. اینجا داره AP رو بهمون نشون میده که همون میشه aortic pressure. به ترتیب بخوایم بیایم بالا، اول میگه که خب یه کاردیاک سایکل دایگرامش رو داره بهمون نشون میده که کلا چیزایی که واسش مهم بوده نشون بده این بوده که ونتریکولار آرتریال پرشر رو بهمون نشون بده، ونتریکولار وریوم هارت ساوند رو نشون بده و الکتریکال اکتیویشن. این IC خیلی مهمه، ایزوولومیک کانترکشن، IR مهمه، ایزوولومیک ریلکسیشن و LAP هم که میشه left arterial pressure و left ventricular pressure. صدای S1 رو اینجا نگاه میکنیم، صدای S2 هست. صدای S1 گفتیم که پایانه.
صدای بسته شدن دریچه‌های ایوی بودش. صدای اسیه که موقع سیستول، تازه شروع سیستول ما این صدا رو میشنویم. صدای اس واسه پایان سیستول بود. صدای اس هم گفتیم وقتی به وجود میاد که صدای گالوپتور باشه، بطن طرف خیلی شل باشه و اینا. صدای اس 4 هم وقتی که بطن طرف خیلی سفت شده، دهلیز نمیتونه پرش کنه و خیلی فشار زیادی وارد کنه تا بتونه خون رو وارد بطن بکنه. و اینکه اینم باید در نظر بگیری که مثلا آورتیک پرشر کی داره زیاد میشه و کی دوباره کم میشه. LAP و LVV هم مهمه. خب بریم جلوتر. راجع به گالوپ ساوند هم که صحبت کردیم. other transient sound رو میخوام بگم که میشه همون صداهای گذرا. خب سیستولیک کلیک رو اول میاد میگه که یه صدای کلیک در وسط سیستول شنیده میشه. اینجا سیستولیک ساوند و کلیکس، سیستولیک کلیکس اینجوریه که خب در وسط سیستول ما صدای کلیک رو میشنویم. چه موقعی به وجود میاد؟ وقتی که دریچه میترالمون پرولپس کرده باشه یا وقتی که دژنراتیو میترال والو دیزیز رخ داده باشه و بعضی وقتا اصلا قبل از اینکه اون صدای مورمور ایجاد بشه اول صدای کلیک شنیده میشه. و این همه اطلاعاتی بود که راجع به سیستولیک کلیک بهمون داده بود. حالا صدای بعدی که راجع به صحبت میکنه ایجکشن ساونده. ایجکشن ساوند صدای پینگ یا سمپتور توی اول سیستول ایجاد میشه که حالا بیماری هایی که میتونه باعثش بشه پولمونیک استنوزیس و ساب آورتیک استنوزیس و آورت دایلیت شده است. اینم از این. صدای سوم other transient sound پریکاردیال ناکه که این صدا توی اینجا نوشته پریکاردیال ناکه که این صدا گفته بود در ابتدای دیاستول رخ میده و خب توی بیماری کانستریکتیو پریکاردایتیس میتونه این صدا به وجود بیاد و ما بشنویمش. اینجاست. میریم سراغ بخش بعدی که مورموره یا همون سوفل‌های قلبی که خب خیلی دکتر شیرانی روی این مسئله تمرکز زیادی دارن. خیلی هم واسش جذابه این موضوع، احتمالا زیاد سوالم ازش بده. سوفل کلا اینجوریه که بخوایم بررسیش کنیم باید از 6 نظر این صدا رو بررسی کنیم. خب مورد اول مثلا از نظر زمان باید بررسی کنیم، ببینیم که اصلا توی سیستول به وجود میاد، یعنی توی سیستول میشنویمش، تو دیاستول میشنویمش، اصلا ممتد میشنویمش، همیشه هستش. بعد بیایم از نظر شدت بررسیش کنیم، بهش درجه 1 تا 6 بدیم که مثلا چقدر شنیده میشه، درجهش چقدره. مورد سوم پی ام هایش رو بررسی کنیم، ببینیم که چه موقعی ماکسیموم صدا رو به گوشمون میرسه، یعنی بیشترین صداش کیه. مورد چهارم اینه که بیایم رادییشنش رو بررسی کنیم، ببینیم که به کجا میپره، مثلا به سمت راست میپره، به سمت چپ میپره، به سمت کاروتیده، کلا کدوم وری داره میره. مورد پنجم اینه که کیفیتش رو بررسی کنیم، ببینیم که موزیکال صدای ووبتور داره یا نه. مورد ششم اینه که بیایم شکلش رو بررسی کنیم، کلمه‌ش هم خیلی باحال، فکر کنم ایتالیایی تور باشه. اینه صدای ووپ اور هانک. کلمه‌ش هم خیلی باحاله، گفتم بذار اینم پیداش میکنم. یکیش خب پلاتوه، یکیش هم دیسندو، اینه دیکرسندو مورمورزه، اینجاست کرسندو دیکریسندو، احتمالا منظورش اینکریز دیکریزه، ایتالیایی هم هستش. پس حالا شکلش چطوریه؟ میتونه پلاتوتور باشه، میتونه کرسندو دیکرسندو باشه، میتونه کلا دیکرسندو باشه. و این 6 تا مورد راجع به سوفل بررسی کنیم، خیلی مهمه همیشه. حالا میرسیم به انواع سوفل ها. خب این گرید بندی 1 تا 6 که گفتیم، اینا رو میتونیم خودمون حفظ کنیم، به نظرم مهمه که حفظشون کنیم. حالا من خودم هنوز حفظش نکردم.
اما سوفل اینجوریه که خب سوفل اول سیستولیک مرمورزه، یعنی سوفلایی که موقع سیستول به وجود میان و ما صداشون رو میشنویم که چند نوع مهم داره. نوع اولش میشه هولوسیستولیک یا همون پلاتو. مورد دومش میشه ایجکشن مورمورز یا همون کرسندو دیکرسندو. مورد سومش میشه دیکرسندو سیستولیک. اینا همه واسه یه سیستولیک مورمورز بودن. حالا مورد اول که گفتم هولوسیستولیک یا همون پلاتو، مثل این که از اول تا آخر سیستول یک شدت یک نواختی داره. مثلا تو بیماری‌های میترال ریگورژیتیشن، تریکاسپید ریگورژیتیشن و ونتریکولار سپتال دیفکت ممکنه این به وجود بیاد، صدای هولوسیستولیک پلاتو. پس 3 تا بیماری که ممکنه به وجود بیاد هولوسیستولیک باشن: MR میترال ریگورژیتیشن، تریکاسپید ریگورژیتیشن TR و VSD که میشه ونتریکولار سپتال دیفکت. صدای بعدی که گفتم ایجکشن مورمورز، دیکرسندو ایتالیایی و اینا، این سوفلا اول ضعیفن، وسطش قوی میشه، آخرش دوباره ضعیف میشه. بیماری هم که میتونه این اتفاق واسش بیفته SAS و PS. SAS میشه ساب آورتیک استنوزیس و PS هم میشه پولمونیک استنوزیس. این هم از این دیگه. این که خب حالا یه سری سوفت‌های فانکشنال توی سگ‌های بزرگ هم وجود داره. و دیگه این که یه نکته جالبم که حالا بخوام بگم، این سوفل ساب آورتیک استنوزیس به کاروتید میزنه. یعنی اگر دیدی یه چیزی داره به کاروتید میزنه توی گوشه، باید به بیماری SAS شک بکنیم. مورد سومش هم که دیکرسندو سیستولیک ها کم اهمیت ترن، ولی خب توی بعضی از مشکلات دیده میشن که حالا اینجا خیلی راجع به صحبت نکرده دیگه. بیشتر از این ببینم اینجا چیزی گفته بود. نه. آره نگفت. سیستولیک مورمورز، پلاتو، کرسندو. اینا که گفتیم هولوسیستولیک، کرسندو، دیاموند. اینم بگم، این دایموند شیپ اینم اصطلاحه که مهمه که بلد باشیم واسه کرسندو دیکرسندو. و اینکه این آخری هم کانتینیوس، اسم دیگهش ماشینریه که اینم مهمه. ماشینری ساوند خیلی مهمه، توی اصول ماینه به اون میگفتن. خب حالا بریم دیاستولیک مورمورز رو بررسی کنیم. اگر اینکه تا اینجا سوالی نیست، اینم که حالا شکلشو کشیده. اینجا هم که همون SAS رو داره میگه، TR و VSD رو میگه. اینجا هم که PS و PDA و SA میگه. از این نقطه ها میتونیم صدای این مورمورا رو بشنویم. برسیم به دیاستولیک مورمورز که اینجاست. گفته بودن تا 8 میتونیم چیز کنیم، ولی الان چون یه صفحه مونده، در واقع 2 تا پاراگراف مونده، نظر چیه که این چپتر رو تموم کنیم بعد بریم استراحت؟ چون به نظرم حیفه نفس قطع بشه. فکر کنم یه 5 دقیقه بیشتر طول بکشه، 5-6 دقیقه. اوکی تمومش کنیم. خب بریم سر دیاستولیک مورمورز. این سوفلایی که توی دیاستول رخ میدن. هر سوفل دیاستولین قطعا غیر طبیعیه و خب حالا بیماریایی که میتونن باعث این سوفل دیاستولی بشن آورتیک ریگورژیتیشن یا همون AR و پولمونیک ریگورژیتیشن که به علت حالا این پولمونیک ریگورژیتیشن به علت پولموناری هایپرتنشن میتونه رخ بده و صداش معمولاً هم دیکرسندوه. مورد سوم کانتینیوس مورمورزه که این کانتینیوس همینه که اینجا نشونه دادن. گفتم اسم دیگهش ماشینریه که سوفل ممتد بهش میگن. یه سوفلیه که از سیستول شروع میشه و میاد از استول رد میشه و بخشی از دیاستول رو هم میره.
بیماری کلاسیکی که حالا واسش مثال میزنم PDA که میشه پاتنت داکتوس آرتریوزوس. دیگه اینکه PDI هم هست. PDI چیه؟ PMI که این بالای سمت چپ قلب و نزدیک بیس قلبه که یه صدای ماشینطور یا همون ماشینری رو ایجاد میکنه و اینکه سیستولیکش قوی تره، یه قسمت دیاستولیک هم داره. مورد چهارم تو اند فرا مورمورزه که این تو اند فرا مورمورز اینجوریه که اینجا نوشته بود، اینجاست. تو انفرامورمورز اینجوریه که خب اینا یه سوفل ممتد نیستن، بلکه یه سوفل سیستولیک دارن و یه سوفل دیاستولیک که اینا پشت سر هم رخ میده ولی ممتد نیست، که حالا بیماریایی که میتونه واسش رخ بده همون AR یا آورتیک ریگورژیتیشنه و SAS که SAS هم که گفتم همون میشه ساب آورتیک استنوزیس. حالا یه نکته دیگه هم که میاد راجع به گربه اینجا صحبت میکنه اینجوریه که تو گربه خیلی از سوفل ها ممکنه که بدون بیماری واقعی قلب باشن. یعنی چی؟ یعنی مثلا ممکنه که مثلا داینامیک الوت ابستراکشن داشته باشه که ببینم اینجا کجا بود، اینجا نشونش نده. داینامیک جایی دیدن کجا بود. حالا بریم جلوتر. اینجوریه که یعنی خروجی بطن چپ میاد با تغییرات قلبی عصبی تنگ میشه و باعث ایجاد سوفل میکنه، ولی خب ساختار قلب کاملا سالمه. برای اینکه بتونیم درست تشخیصش بدیم باید اکوکاردیوگرافی رو انجام بدیم که حالا متخصص قلب این کار رو انجام میده که حالا تو ایران نداریم همچین چیزی، ولی خب من دیدم که آمریکا دارن و اینجوریه که باعث ایجاد اون سوفله یا همون مورمور میشه توی قسمت خروجی بطن چپ، ولی ساختار خود قلب ثابته، یعنی سالمه. و اینکه گربه هم بیشتر توی گربه ها رخ میده به علت داینامیک الوت ابستراکشن. دیگه فکر کنم همه مواردش رو بررسی کردیم. اینجا من گفتم یه چند تا سوالش هم نگاه کنیم. چپتر 1 میخوای یکی دوتا از سوالا رو هم حل کنی؟ من این فایل رو دیدی توی گروه گذاشتم، سوالاشو خودت حل کردی؟ میخوای الان 5 تاشو حل کنی بعدش بریم رست بیایم واسه چپتر 2؟ چون این فایلش هست جوابش هم هست، ولی خب الان آدم یاد کلاسه کنکور میافته آدم اینجوریه که درجه چند تا حل کنه اعتماد به نفس بگیره. خب میخوای الان حل کنیم یا نیاز نیست؟ خب بیا چند تا حل کنیم. میتونی میکروفون تو باز کنی؟ نمیدونم باید دسترسی بدم یا نه. خب باشه خودمون حل میکنیم. سوال 32 رو حل کنیم ببینیم چطوریه. اولی که این وقت میدم مثلا در حد 1 دقیقه خودت بخون که منم بخونم ببینیم چی میگم. MR خب میتونیم بگیم میترال ریگورژیتیشن منظورشه، به صورت دیسپنیک اومده. The first likely sign is slow respiration, rapid shallow breathing, deep hyperpnea, cyanosis without tachypnea. خب اول باید ببینیم که رایت سایدده یا لفت سایدده. الان رایت سایدد بوده.
اگر اینکه گفتیم حالا رایت ساید داشته باشه مشکل تنفسی داره چون ادم ریه داره، پس میشه rapid shallow breathing. بذار نگاه کنیم ببینیم 32 چند میشه. 32 آره rapid shallow breathing early pulmonary edema. دیگه چی حل کنیم؟ سوال 6 حل کنیم، طولانیه. A dog has a murmur that radiates up both carotid arteries and is loudest at the left heart base. The most likely diagnosis mitral regurgitation. خب اول ببینیم که یه مورموری که داره رادییشنش به سمت بالاه، به سمت کاروتید آرتریزه، همونی که گفتن اگه به کاروتید زد به SAS باید شک کنی. فکر کنم احتمالا همین بی بشه. Loudest at the left heart base, the most likely diagnosis. ببینیم که شیشش میشه SAS. این هم قشنگ همون سواله بود. دیگه چی حل کنیم؟ اون موقعی که داشتم این سوالا رو پیدا میکردم به نظرم سخت بودن، الان که با هم دوره کردیم اوکیه. خب سوال 3 من چرا کامنت ها تو این ور واسه من نمیاد، باید بیام این ور قشنگ. خب سوال 3 هم خودت بخون. A dog collapses during play. The episode includes opisthotonosis and urination but no postictal confusion. کمی سخت بود. opisthotonosis کدوم بود؟ فکر کنم همونی که گردنش به سمت جلو قرار میگرفت. What is the most likely mechanism? Collapses during play. داره میگه وقتی که با تحمل ورزش نداشته. The episode includes opisthonosis and urination. ادرارم داشته. But no postictal confusion. یعنی قشنگ داره میگه سنکوب کرده، تشنج نکرده. What is the most likely mechanism? Cerebral ischemia from arrhythmia. Focal seizure که هضم میشه. ناکرولپسی هم فکر میکنم هضم میشه. هایپوگلایسمی و سربرال ایسکمیا از آریتمی. چون گفتیم سینکوپ رخ داده فکر میکنم واسهش آریتمی رخ میداد. مگر اینکه درست بگم، بذار یه دقیقه متنش کتابو بیاریم. اینجا که داشت سینکوپو توضیح میداد ببین عدم تحمل ورزش رو اینجا میگه آریتمی هم ممکنه باشه. چکو میخوره. عدم تحمل ورزش به خاطر آریتمی بود که بعدش اومد سنکوب قشنگ معرفی کرد. و اینم که میگه بعدش چیز نداشتن، چی بهش میگن؟ بعدش no postical confusion، یعنی بعدش اصلا گیج نبوده و اینا، چون بعد تشنج طرف گیجه دیگه، سیجر هضم میشه. هایپوگلایسمی هم واسه سیجر بود نه واسه چیز، همون باید ای بشه. بذار ببینیم اگه من تونستم با این آداب آکروبات کار کنم. خب syncope with brief tonic posturing and urination arrhythmia induced ischemia. با tonic posturing and urination posturing and urination. خب اوکیه.